سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونجوری که از عنوان ویدیو دیدید امروز دوربین دوتا گوشه A55 و نوت 13 پرو پلاس رو بررسی می‌کنیم. معطلتون نمی‌کنم، بریم سراغ تستمون. بریم سراغ بررسی دوربین اصلیش. یکی که تو محیط‌های داخلی اگر بخواید عکس برداری کنید، A55 تفکیک رنگ‌ها بهتره، اون الگوریتم پردازش تصویرش مخصوصا تو سوژه‌های انسانی اون رنگ‌ها رو بهتر ثبت می‌کنه، دقیق‌تر ثبت می‌کنه و تفکیک رنگ‌ها توش بهتر هستش. و یه سری جام که اگر پنجره چیزی داشته باشید یه مقدار داینامیک رنج توی نوت 13 پرو پلاس بهتر عمل کنه. اما در مجموع بخوام بگم بچه‌ها تو محیط‌های داخلی دوربین اصلی 55 تو شرایط مختلف عملکرد بهتری از خودش به نمایش میذاره. اما تو محیط بیرون که حالا جنگلی چیزی، دریا، پارکی چیزی بخواید تو محیط بیرون عکاسی کنید و نور روز رو داشته باشید، نور خوبی داشته باشید، تو بحث وایت بالانس و رنگبندی باز A55 سعی میکنه بچه‌ها رنگ‌ها رو طبیعی‌تر ثبت کنه، به واقعیت نزدیکتر باشه، 100% دقیق نیستش. و نوت 13 پرو پلاس هم یه مقدار بچه‌ها رنگ‌ها با غلظت بیشتری ثبت میشن داخلش و یه سری جاها تو یه سری رنگ‌ها مشکل داره، مثلا شرایط اونجا جنگلی چیزی داشته باشید، رنگ‌های سبز و خیلی زیاد توش داشته باشید، نوت 13 پرو پلاس خیلی بیش از حد بچه‌ها رنگ‌ها رو اشباع میکنه و نمیتونه اون کار خیلی خوب در بیاره. تو بحث داینامیک رنج هم باز به نسبت داینامیک رنج A55 بهتر هستش. تو بحث نویز هم یه مقدار نویزها توی A55 بیشتره و نوت 13 پرو پلاس از این نظر عملکرد بهتری داره. و در مجموع تو سوژه‌های انسانی هم بچه‌ها اگر بخوام بگم تو سوژه انسانی تو تصویر داشته باشید A55 سوژه‌های انسانی و رندرینگ رنگش و کلاً جزئیات و یه مقدار اون الگوریتم پردازش تصویرش بهتر کار براتون در میاره توی فیلم توی عکس برداری دوربین اصلی. اما توی فیلم برداری دوربین اصلی هر دو گوشی میتونن 4K 30 فریم بر ثانیه و 1080 رو ضبط کنن. یه نکته‌ای که اصلی ترین تفاوتشون بچه‌ها بحث نویز هستش که توی A55 حتی توی نور روز و شرایط مناسب هم نویز رو ما داریم میبینیم که نویز زیادی داره تصاویرش. اما از اون طرف تفکیک رنگ ها به نسبت توش بهتره و اگر باز میگم سوژه‌های انسانی رو تصویر داشته باشید اون سوژه‌های انسانی رو هم رندرینگ رنگش دقیق داره هم جزئیات خود اون سوژه ها بیشتره. اما اگر مثلا حالا سوژه انسانی نداشته باشید باز نوت 13 پرو پلاس هم خیلی خوب از نظر جزئیات. توی داینامیک رنج هم باز یه مقدار بچه‌ها داینامیک رنج 55 بالاتر هستش. توی بحث لرزشگیر هم حالا چه توی 1080 باشید چه توی 4K باشید عملکرد 55 توی بحث لرزشگیر تصویر توی فیلم برداری عملکرد بهتری ازش می‌بینید. هم لرزش ها کمتره همون اوجج تصویر کمتری ما توش داریم. اما تو حالت عکاسی پورتره تو بحث جدا کردن سوژه و بک‌گراند هر دو گوشی خوب عمل میکنن. اما یه سری جا بچه‌ها A55 عملکرد به نسبت بهتری ازش می‌بینیم. هر دو گوشی دقیق نیستن، یه سری جاها رو مثلا حالا اون بلره رو نمیتونن خوب انجام بدن. اما در مجموع توی این بخش A55 یه مقدار بهتره و یه تفاوت دیگه هم که دارن توی اون رنگبندی وایت بالانس و ثبت جزئیات هستش که باز این برتری با A55 مخصوصا از نظر اون وایت بالانس دقیق‌تر عمل میکنه و یه کوچولو هم اون پردازش تصویرش بهتره، جزئیات بیشتری هم ما داخلش می‌بینیم تو حالت عکاسی پورتره. اما توی دوربین سلفی هم توی بحث رنگبندی وایت بالاس هم توی بحث اون جزئیات تصویر چه توی حالا عکاسی چه توی فیلم برداری و داینامیک رنج A55 واقعا عملکرد بهتری داره و نوت 13 پرو کلا شیائومی‌ها بچه دوربینای سلفیشون خیلی جالب نیستش. حالا نمیدونم که این میخواد موضوع درست بشه اما به هر حال از این نظر از نظر دوربین سلفی کاملا برتری با A55 هستش. اما توی دوربین اصلی اگر بخواید با رزولوشن اصلی هر گوشه عکس بگیرید حالت 200 مگاپیکسل داخل نوت 13 پرو پلاس و A55 هم حالت 50 مگاپیکسلی از نظر ثبت جزئیات که مهمترین موضوع است توی این بخش بچه‌ها نوت 13 پرو پلاس واقعا عملکرد بهتری داره و اون دوربین 200 مگاپیکسلیش کاملا جزئیات بیشتری رو ثبت میکنه. الان دارید اون عکساش هم مشاهده میکنید و از این نظر برتری کامل با نوت 13 پرو پلاس هستش. توی دوربین ماکرو هم بچه‌ها از نظر هم وایت بالاس هم از نظر ثبت جزئیات A55 عملکرد بهتری رو ازش داریم میبینیم. اما توی عکس شب بچه‌ها دوربین اصلیشون چیکار میکنن؟ رو حالت معمولی بخواید عکس برداری کنید
یه سری جا نوت 13 پرو پلاس بهتر حمله کنه، یه سری جا A55. بیشترین تفاوتشون تو بحث وایت بالانس توی این بخش و رو حالت نایت هم که فعال میکنید شما، باز یه سری جا مشکلی که A55 داره، رنگ ها خیلی بیروح میشن و مخصوصا رنگ آسمون یه حاله قرمز طوری روش میفته که واقعا رنگ عکس رو عوض میکنه، خیلی خوب عمل نمیکنه. و یه سری هم تو هایلایت ها الان چراغا رو دارید میبینید کاملا قرمز شده که خیلی خوب نیست از این نظر. و توی عکاسی شب به نظر من نوت 13 پرو پلاس در مجموع عملکرد بهتری رو داره، اما اگر سوژه انسانی توی تصویرتون باشه، اون الگوریتم پردازش تصویر سامسونگ اون سوژه رو بهتر بچه‌ها، یعنی اگر خودتون توی تصویر باشید چهره خودتون رو بهتر نمایش میدن، از نظر رنگ بندی هم از نظر جزئیات. اما تو بقیه شرایط میگم نوت 13 پرو پلاس عملکرد بهتری داره، هم نویزاش کمتره، هم مخصوصا رو حالت نایت مود وایت بالانس دقیق تری رو به نسبت به شما میده، رنگ توش بهتر ثبت میشن و یه مقدار هم جزئیات توش بالاتره. خب بچه‌ها، داخل فیلم برداری توی شب، اگر شرایط نوریتون اینجا دارید میبینید شرایط نوری خوبی داریم ما، تو شرایط نوری خوب هر دو گوشی واقعا خوبن، عملکرد بدی ازشون نمیبینید و هم ثبت جزئیاتشون خوبه، همون وایت بالانس خوبه و A55 یه کوچولو میبینید تو سوژه انسانی داره بهتر عمل میکنه. اما به محض اینکه بچه‌ها یه کوچولو شرایط نوریتون کمتر بشه و تو محیط‌های تاریک باشید، الان اینجا میبینید کاملا جزئیات نوت 13 پرو پلاس بیشتر هستش و حتی سوژه انسانی هم عملکردش توش بهتره. الان اینجا کاملا دارید میبینید، من الان رو حالت 2x داریم فیلم برداری میکنیم، کاملا این موضوع مشخصش از نظر ثبت جزئیات نوت 13 پرو پلاس داره بهتر عمل میکنه. و میگم شرایط نوریتون باید توی شب خیلی خوب باشه که عملکرد A55 بتونه به نوت 13 پرو پلاس نزدیک بشه. اگر یه مقدار شرایط نوریتون توی شب ضعیف باشه که طبیعی هم از اکثر اوقات بچه شرایط نوری ما ضعیف هستش، نوت 13 پرو پلاس عملکرد بهتری ازش میبینید و اون جاموندگی تصویر و اون ثبت جزئیات کاملا توش بهتره و اختلاف زیادی با هم دارن، مخصوصا تو شرایط تاریک. الان کاملا ببینید بچه اون درخت‌ها رو و ثبت جزئیاتی که نوت 13 پرو پلاس داره انجام میده خیلی بهتر از A55 هستش. اما توی بحث وایت بالانس یه کوچولو باز A55 وایت بالانس دقیق تری داره، مخصوصا داره رنگ پوست و رنگ محیطمون رو. اما میگم از نظر ثبت جزئیات کاملا نوت 13 پرو پلاس بهتره و برای فیلم برداری شب به نظرم عمل کرده بهتری و کاملا ازش می‌بینیم. اما توی دوربین اولترا واید نوت 13 پرو پلاس بچه‌ها نه تو تفکیک رنگ ها، نه کنترل هایلایت ها اصلا خوب نیست، نه تو گوشه‌های تصویر، چه توی روز چه توی شب اصلا دوربین خوبی نداره. توی روز دارید میبینید بچه اون هایلایت ها و منابع نوری اصلا نمیتونه کنترل کنه و یه حاله‌ای دورش میفته. فکر نکنید گوشی کثیف است، نه اصلا اینجوری نیست. من هم روی اندروید 13 که گوشه گرفتیم و داخل جعبه باز کردیم اندروید 13 بود، هم روی اون امتحان کردم این مشکلی داشت، هم روی اندروید 14 و دوربینش هم به ظاهر میبینم هیچ کوچکترین مشکلی نداره. توی فیلم برداری هم دقیقا همین موضوع هستش و اصلا نمیتونه هایلایت رو کنترل کنه، ثبت جزئیاتش خیلی بد هستش. اگر شما این گوشی رو دارید توی کامنت ها بهم بگید گوشی شما این مشکل رو داره یا نه، این گوشی که ما داریم آیا ایرادی چیزی داره که عکس‌ها رو به این صورت ثبت میکنه دوربین اولترا وایدش، یا برای شما هم همین موضوع هستش و 55 4K هم میتونی فیلم برداری کنید که ما توی نوت 13 پرو پلاس نداریم و با اختلاف دوربین اولترا وایدش اینجا عملکرد بهتری توی 55 داریم میبینیم. توی شب هم دوربین اولترا وایدش رو باز بخوام بگم همون مشکلاتی که توی روز داره گفتم، هایلایت رو نمیتونه کنترل کنه، ثبت جزئیاتش اصلا خوب نیست، وایت بالانس خیلی دقیقی به شما نمیده و توی شب هم باز از A55 شکست میخوره. و یه سری جام که بچه‌ها توی فیلم برداری هم دارید میبینید هر دوش خوب نیستن، اصلا توی فیلم برداری خیلی جالب نیستن، اما باز A55 بچه‌ها بخش فیلم برداریش کاربردی‌تر هستش. میبینید اصلا سوژه ها محون داخل نوت 13 پرو پلاس، من نمیدونم واقعا چرا اینجوری هستش. توی عکس برداری یه سری جاها که اصلا عکسای هر دو گوشی عکسای خیلی خوبی و
ثبت نمی‌کنه، اما باز A55 توی شب هم عملکرد دوربینش اولترا واید خیلی بهتر از 13 پرو پلاس است. خب بچه‌ها بریم سراغ دوربین تلفوتو که ندارن، اما حالت 2x و 4x که نوت 13 پرو پلاس داره داخل تنظیمات بخواید عکس برداری کنید، اون ثبت جزئیات بچه‌ها واقعا تو نوت 13 پرو پلاس بیشتر هستش، همونجوری که تو حالت فول رزولوشن بیشتر بود. اینجا هم برشی از اون سنسور اصلی رو حالت مخصوصا 4x اختلافشون زیاد میشه و اون جزئیات داخل نوت 13 پرو پلاس بیشتر هستش. حالا چه توی فیلم برداری چه توی عکس برداری بخواید انجام بدی، ثبت جزئیات میگم داخل نوت 13 پرو پلاس بهتره و دوربین تلفوتو که نداره، اما واقعا میشه حساب کنیم جایگزین دوربین تلفوتو هستش، چون ثبت جزئیاتش واقعا خوبه، مخصوصا رو حالت 4x و خیلی عمل کرده خوبی ازش می‌بینیم. یکی از برتریاش به 55 همین دوربین تلفوتویی که داره و عملکرد خوبی ما داریم ازش می‌بینیم از نظر ثبت جزئیات. به طور کلی بچه‌ها یه جمع‌بندی کلی بخوام انجام بدم، اگر سوژه انسانی داشته باشید، حالا توی فیلم برداری توی عکس برداری رو حالت پورتره، اون الگوریتم پردازش تصویر سامسونگ به نسبت بهتر عمل میکنه و توی توی عکس برداری و فیلم برداری میگم اگه سوژه انسانی داشته باشید عمل کرده 55 بهتره. از اون طرف نوت 13 پرو پلاس اگر بخواید و دوربین اولترا واید که کلا 55 بهتره، دوربین سلفی هم عمل کرده 55 بهتره. از اون طرف برتری نوت 13 پرو پلاس رو حالت اگر بخواید عکاسی 2x 4x انجام بدید یا حالت فول رزولوشن عکس برداری کنید، عملکرد بهتری ازش می‌بینید. از اون طرف نویس‌ها داخلش کمتره به نسبت A55 خیلی هم کمتره نویس‌ها و باز توی عکاسی شب هم در مجموع عملکرد نوت 13 پرو پلاس توی دوربین اصلی بهتره و هم توی فیلم برداری شب عملکرد بهتری ما ازش تو نوت 13 پرو پلاس داریم می‌بینیم. این بود جمع‌بندی کلی. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو خدا میسپارم. خدایا رو نگهدار.